در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، جهت رشد ساحه کشاورزی در ناحیه باباجان غفورов با اشتراک نمایندگان اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان، وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور، نمایندگان مقامات محلی ناحیه باباجان غفورov و مسئولان بخش‌های کشاورزی و راهبران خواجگی دهقانی سمیناری آموزشی در موضوع تامین رشد استوار ساحه‌های مختلف کشاورزی در شرایط تغییریابی اقلیم و چاره‌بینی‌ها عاید به کاهش دادن آن در استحصالات خواجگی‌های کشاورزی برگزار گردید. در کار سمینار تاکید گردید که در پرتو سیاست دوراندیشانه راهبری دولت محترم امامعلی رحمان، رشد استوار ساحه کشاورزی به عنصر مهم امنیت اقتصادی و اکولوژی تبدیل یافته است. عالمان ساحه کشاورزی بابت رشد ساحه تخم پروری و رستنی پروری از یک قطعه زمین گرفتن 3-4 حاصل، استفاده ثمرناک و آب و زمین‌های کارم و تکنولوژی‌های اینوواسیونی و اگروتکنیکی پیشرفته، نظارت و تأمین استفاده ثمرناک زمین‌ها سخن نموده، اینچنین قید کردند که برای گرفتن حاصل فراوان باید کشاورزان را لازم است به قاعده‌های پرورش محصولات کشاورزی رعایت نمایند. باید قید کنم که همه حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی از تکنولوژی پرورش زراعت‌ها وابسته است. البته اگر تمام تدبیر چاره‌بینی‌های اگروتکنیک را در سری وقت با سفید بلند اگر ما گذرانیم، البته به نتیجه‌های خوب نائل میشیم. برای همین هم ما باید در اینجا قید نماییم که البته پیش از همه برای مثلا گرفتن حاصل بلند زراعت‌های کشاورزی این انتخاب نوع تخمی‌های خوش‌صفتی که به طلبات استاندارد دولتی جوابگو. پیش از همه نوع‌های انتخاب کردن در کار که نوع‌ها سیر حاصل باشند و سفید بلند داشته باشند. البته در برابر این نوع‌ها باید استوار به کسلی‌ها، به حشرات‌ها، به خواب رفتن و دیگر عامل‌هایی که باید استوار باشند که اما نتیجه دلخواه به دست آورده شد. در کار سمینار عالمان اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان و نمایندگان دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور بابت رعایت تکنولوژی پرورش محصولات کشاورزی و انتخاب تخمی‌های سرحاصل معروضه‌های مفید نموده و مسئولان خواجگی‌های دهقانی و کشاورزان وابسته به انتخاب نمودن تخمی‌های کشت‌شونده و سرحاصل مطابق محل مصلحت‌های مفید دادند. ما باید تمام جهت‌های اگروتکنیک را با همین خواجگی‌های دهقانی و فرمیران ما فهمانده دیم که آنها در نتیجه اون مثلا توصیه‌هایی که علما می‌دهند باید استفاده برده در عمل جاری نموده به نتیجه‌های نظررس نائل شوند. نوابسته از تدبیرهای اندیشیده شده صحوی و به دست آوردن نتیجه‌های ضروری، کشاورزان را ضرور است که به پیشرفت و فعالیت ساحه کشاورزی اعتبار جدی داده با در نظر داشت تغییریابی اقلیم، خصوصاً کم آبی و کم بارشی، جهت تأمین بازارهای داخلی با محصولات خوش‌صفت وطنی دوچند کوشش نمایند. مصلحت‌های مفید عالمان ساحه که در آخر کار سمینار بیان گردید، با کشاورزان جهت آمادگی به کشت بهاری مفید خواهد بود.